ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ. با افتخار 100 سالگی نویسنده خلقی تاجیکستان ساتیم اولوغزاده. السلام علیکم شنونده های ارجمند. با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی رمانی استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف. گفتار 22. ساخت کردن خراج از کسی با امری سلطان می شود. قتیب چه حد داشت که با اختیار خود آن را ساخت کند؟ چون دانست که به نظم شاهنامه مشغولم و به کشت و درو رسیدگی کردن نمی توانم، تنگ دستم، در حق من چنین عدالت کرد. شنیده بودیم به شما زر و سیم هم عطا کرده است. آری حضرت، عطا کرد. چقدر؟ 4000 دینار و دیرم. خودتان طمع کرده بودید؟ نه، من عادت ندارم و آنچه را که حق حلال خودم نیست طمع کنم. میل خودی قتیب بود، بلکه سیله شاهنامه بوده است. من شاهنامه را، حتی داستانی را از شاهنامه نزد او نبرده بودم. از سلطان چه مقدار سیله امید دارید؟ این بسته به همت پادشاهانه است. کتاب را به طالبان برای مطالعه می دادید؟ بعضی داستانها را کاتبان کتابت می کردند. هوسمندان روبردار کرده می بردند و می خواندند. در محفلها قرائت می کردند. شما شاهنامه را به نام سلطان کرده و می خواهید به او تقدیم بکنید. اما کتاب پیش از آن که به سلطان برسد در بین مردم شایع شده است. این را اعلی حضرت خوش نمی کنند. کتاب را به نام اعلی حضرت کردنم، چنان که عرض کردم، دیرتر پس از اتمام شاهنامه واقع شد. مگر ممکن بود که در عرض 35 سال داستانهای منظوم شده به مردمان نامعلوم مانند؟ این غیر ممکن بود. 35 سال وزیر باور کردنش نمی آمد. آری، با بعضی فاصله های کوتاه برای سامانیان. آری، در آغاز کار مقصودم این بود. از آن جانب فرمایش شده بود. بعد از فوت دقیقی شاعر که با امر اعلی حضرت نوح ابن منصور به نظم شاهنامه اقدام کرده و بیت 1000 گفته و این کار ناتمام مانده بوده است، به بخارا رفته بودم. آنجا به قبول پادشاه مشرف شدم. به ادامه دادن کاری ناتمام دقیقی میل داشتنم را عرض کردم. پادشاه فرمودند بیازمای، اگر نائل شدی به ما بیار. امر قضا بوده است که عاقبت شاهنامه را به نام اعلی حضرت سلطان گذرانیده به درگاه همایونی بیاورم. میگویند ترجمه خدای نامک هم از پهلوی به فارسی دری با فرمایش امیر سامانی به عمل آمده. آری، با امر اعلی حضرت عبدالملک ابن نوح والی خراسان ابن عبدالرزاق به وزیر خود محمد معمری فرموده و این معمری چندی از موبدان را که زبان پهلوی می دانستند گرد آورده ایشان را به ترجمه خدای نامک نشانده بود. در آن آوان بنده طالب علم مدرسه بودم. جزو چند از خدای نامک که در هر جا در دست هر موبدی پریشان بود به دستم افتاده بود می خواندم و بعضی پاره های آن را که برایم مؤثر و دلانگیز می آمد نظم می کردم. اصلا منظور شاهان سامانی از ترجمه خدای نامک و نظم گردانیدن آن چی بوده است؟ تاریخ پرشکوه و شوکت عجم را از فراموشی نگاه داشتن،
آیین و دانش و فرهنگ نیاگان را زنده گردانیده، از طعنه اعرابان که عجمیان را از خود پست و فرومایه می شمارند خلاص شدند. همین بود که آل سامان شعرای فارسی زبان را می پروریدند. رودکی را می پروریدند، زیرا وی عرب را به فصاحت و بلاغت سخن فارسی اقرار می کنند. زبانی طعنی عرب را می بست. الحق همین طور هم کرد. بنده هم خواستم در پی این مقصود عالی خدمتی که در خوری توانی من باشد بکنم و در این کاری خیر سهمی داشته باشم. میوندی روی ترش کرد. درباره عربها چنین سخنانی کراهت آمیز گفتنی فردوسی به وزیر عربی دوست خوش نیامد. او سرش را پایین انداخته یک دم سکوت کرد و پسان بروی مخاطبش نگاه کرده باز پرسید: از ما چی طلب دارید؟ اولا می خواستم که به خدمت خواجه بزرگ کتاب را بیارم. لطفاً مطالعه کرده بنده را شرفیاب گردانند و سپس اگر آن را بپسندند به قبول یافتنش در حضور اعلی حضرت سلطان دلالت خیش را دریغ ندارند. گفتند که امروزها کتاب را ملیک الشعرا مطالعه می کنند. آری خواجه بزرگ، آیا باز نسخه دیگری هست؟ هست. پس بیارید یا بفرستید، من می بینم، می خوانم. به چشم. میوندی یک دم سکوت کرد و ناگهان چنین سؤال داد: توسیان شیعه مذهبند؟ آری، بیشترین توسیان در شیعه علی ابن ابو طالبند. در شهر اهل سنت هم هستند؟ هستند. نصارا چی؟ یک جماعتی کوچکی نصارا نیز هست. شما شیعی هستی؟ فردوسی با تعجب به وی نگریست. من در مذهبی پدر و بابایان خود هستم حضرت. میوندی موضوع را بدل کرد. مردم خراسان درباره سلطان چه ها می گویند؟ پرسید او. فردوسی تأمل کرده جواب داد: وقتی که شنیدند فرمان غله دادن به قحط زدگان صادر شده است، همه سلطان را دعا کردند. اما چون به زودی انبارهای غله بسته شدند، مردمان حیران ماندند. بستن انبارها به خلاف فرمان سلطان با امری اسفراینی بوده است، گفت میوندی. ای عجب، به دلش گذران فردوسی. پس کی و چی مانی می شد که سلطان امری وزیر را بیکار و فرمانی پیشتره خود را برقرار کند؟ قحطی سخت روی داد؟ باز پرسید وزیر. سخت گفتن کم است، هولناک، همچون اجلی معلق، گفت فردوسی. باز افزود: اگر به قحط زدگان از دولت و از دارایان کمک نرسد، باز هزاران مردم از گرسنگی می میرند. سلطان از غور که برگشتند، این مطلب عرض داشت کرده خواهد شد، گفت وزیر. تا سلطان برمی گردد و عرضی تو را شنیده فرمانی می برارد که هزاران مرد و زن و کودک گرسنه مرگ می شوند. تو وزیر که باشی چرا خودت چاره نمی جویی؟ به دلش گفت فردوسی، اما به وزیر چنین سؤال داد: آیا ممکن نباشد که انبارهای غله سلطانی را که با امری اسفراینی بسته شده اند با امری حضرت وزارت پناه بکشایند؟ بی فرمانی نوی سلطان ممکن نیست. کوتاهک گفت وزیر و از پرسش شاعر ناخوشنود بودنش را پنهان کرده نتوانسته افزود: اصلا شما برای شاهنامه خود را به سلطان گذرانیدن آمدید یا به دادخواهی از جانب قحط زدگان؟ قحط زدگان به توسط حاکمان و دیگر معتبران ولایت ها عرضشان را به دولتخانه می رسانند. حاجتی آن نیست که شاعری با این چیزها خود را دردی سر دهد. چرا دردی سر باشد حضرت؟ گپ گردان فردوسی.
اگر باشد هم دردها چنان بسیارند که حضرت باز این یک دردی تازه زم شود باکی نیست. رنگ روی میوندی تغییر یافت. معلوم بود که قهرش آمد. به دل شاعر گذشت که شاید از قهر زدگان یادآور شدنم لازم نبود. و پیش نظری او ویرانه های دهکده ها، توده های مردمی گرسنه و افگار، یتیمان خاروزار که در راه سفرش دیده بود آمدند. حسی تأثر و محزونی دلش را فشرد. آخر خودش پرسید. باز به خود گفت او من اگر آنچه را که خود دیدم نگویم چی گویم؟ بگذار قهرش آید. چرا این زمامداران مملکت اینقدر بیغم، اینقدر از رحم و شفقت بیگانه اند؟ اذان نماز پیشین شنیده شد. در پایان اذان میوندی دست بر روی کشیده برخاست و به ملازمش فرمود که سله و جامه او را بیارد. فردوسی تعظیم احترامی بجا آورده از دیوان در مهمانخانه شرف الدین ماهک شاعر به وی ملاقات و گفتگوی با وزیر به عمل آمده را نقل کرده بود که ماهک جواب شاعر را به یک چند پرسش های وزیر یک قدر درشت دانست و خصوصا از اسفراینی یادآور شدن او را نپسندید. افسوس خورد. مگر نشنیده بودید که اسفراینی به غضب سلطان در نتیجه رقابت و سعایت میوندی گرفتار شد؟ گفت او. به یک گوشم شنیده بودم، از گوش دیگرم به در رفته است. خندید فردوسی. ولی اگر به در هم نمی رفت چرا من نزد وزیر راست نگویم؟ آخر از دو سر وی دیر یا زود از این که من با مصلحت و کمک اسفراینی سفر غزنی پیش گرفته بودم آگاه خواهد شد، یا بلکه قبلا آگاه شده است. اصلا من به رقابت وزیران چکار دارم؟ یا رقابت ایشان را با کمک رسانیدن به شاعری چی مناسبت؟ مناسبت این که مولانا این وزیری بدکینه اکنون شما را دوستی رقیبش خواهد دانست و رفتارش به شما مطابق همین خواهد بود. در جواب او فردوسی رباعی را که یک وقت به چی مناسبتی گفته بود به یاد آورد. من پیشتر مبادی فطرت نبودم، مایل به مال هرگز و طامع به جاه نیز. سوی دری وزیر چرا ملتفت شوم، چون فارغم ز بارگهی پادشاه نیز. رباعی خوب، سربلندانه و مردانه گفته شده است، ولی گوینده سخنش را دوام نداده برید. می خواهید بگویید که تو را از رفتن به دری وزیر و بارگاه پادشاه چاره نیست؟ فکری او را دریافت فردوسی. با لحنی اندوه آمیز گفت: حق با شماست خواجه، چاره نیست. ذکر نام اسفراینی شاعر را باز درباره او به اندیشه انداخت. ناگفته نماند که شاعر نیت داشت لااقل به سپاس حالدانی و یاری که در طوس از اسفراینی دیده بود یکی از داستانهای شاهنامه را به وی تقدیم نماید. اما بعد از آن که دانست وی از وزیری بیکار شده است، در این نیت خود
متردد بود. روزی کوچیدنش به سرای شرف الدین ماحک از وی در کجا و به چی حال بودن وزیری سابق را جویا شده بود. ماحک گفته بود که اسفراینی بیرونتری شهر در محله حجویر در قلعه خودش همچون خانه زندان استقامت می کند. پسان بین هر دو چنین پرس و پاسخ واقع شده بود. آیا او را دیدن ممکن باشد؟ دانستنی شد فردوسی. می خواهید با وی ملاقات بکنید؟ پرسید ماحک. آدمی را 3 زیارت واجب است: عزیزان را، مزارات مقدس را و دوستان را، گفت شاعر. به شنیدنم گرد منزل اسفراینی پیوسته جاسوسان وزیر گشت و گذار دارند. ایشان درباره هر کسی که نزد او می آید با سرکاران و عملداران مملکت منع شده است. من نه سرکارم و نه عملدار، گفت فردوسی. جویای ملاقات هستید، همین بس است، گفت ماحک. چون امروز باز از اسفراینی یادآور شدند، شاعر نیت خود را افشا کرد. من می‌خواستم داستانی را از شاهنامه به او تقدیم بکنم. گمان نمی کنم که این ناممکن باشد. ماحک فکری کرد و گفت: من این کار را ملاحظه می کنم و فردا به شما می گویم. فردای آن روز وی ملاحظه اش را معلوم کرد. یک نفر چاکر اسفراینی گاها برای خرید این و آن به بازار شهر می آمده است و احمد خدمتگاری ماحک او را می شناسد. وی آن شناسش را به اینجا می آورد. شاعر می تواند داستانش را با وی به اسفراینی داده فرستاند. احمد چاکری اسفراینی را آورد. فردوسی مدیحه سپاسگزاری را که در توس درباره اسفراینی بعد از ملاقاتش با وی نوشته بود، یک جایه با یک رقعه مکتوبچه به قبط داستان سیاوش گذاشته در رومال محکم پیچانده به خورجین چاکر انداخت. مدیحه این بود: کجا فرش را مسند و مرقد است، نشستنگهی فضل بین احمد است. نبود خسروان را چنو کد خدای، به پرهیز و رادی به دین و برای. به چاکر گفت که این چیز به خواجه سوغاتی است. به وی 10 درم داد و بعدی به خواجه رسانیدن سوغاتی باز 10 درم وعده کرد. پس از یک چند روز چاکر به فردوسی از خواجهش رقعه آورد. اسفراینی برای داستان به فردوسی تشکر گفته و نوشته بود که اگر شاعر باری به دیدن او می آمد او را باز هم خوشنودتر می کرد. مصلحت داده بود که اگر فردوسی تواند و به خود مناسب بیند تغییر لباس کرده در قیافه مردی روستایی بیاید. باعثی به نزد اسفراینی آمدنش را پرسند، گوید که او را به مردکاری در باغ خواجه طلبیدند. فردوسی و ماحک به این مصلحت خواجه اول خندیدند، ولی اندیشه کرده آن را معقول دانستند. به خود قیافه حقیقی روستایی گرفتن شاعری روستانشین دشوار نبود. جامه و کلاه موافق که احمد راه بلد در نزدیکی قلعه اسفراینی به فردوسی داد و او پوشید، این چنین داس و ارغمچین او را از هر گونه شبهه جاسوسان ایمن می گردانید. پوشاک خودش را وی پیچانده به خلطه احمد انداخت. وقتی که دربان به اسفراینی خبر داد که پیرمرد آمده است و خواجه را دیدن می خواهد، خواجه حیران نشد و به ایوان برآمده در آن پیرمردی روستایی شاعر را شناخت. ای والله، گمان کرده بودم که شاید از جامعه روستایی آر کنید و نیایید. به هموطنش گرم واخوری کرد اسفراینی. چرا آر کنم؟ خود اصلا روستایی هستم، خندید فردوسی. منزل اسفراینی قلعه بلند
همان گونه بود که دهقانان دولتمند در آن گونه قلعه‌چه ها میزیستند. بلندی دیواری آن 2 قد آدم می آمد. در اندرون آن اکثراً 2 و بیش از آن حولی ها، مهمانسرا و باغ می بود. در حولی ها غیر از عائله صاحب خویشان نزدیکی وی استقامت می کردند. وزیر سابق بعد معزول شدنش و مصادره کاخ شهریش به این مقامگاه تابستانی خود کوچیده بود. او شاعر را به مهمانسرا در آورده چارقش را کشاند. خدمتگار در حال آب دسته آورده او را دست و روی و پای شویاند و پسان برایش کفش و کلاهی تازه آورد. به زودی دسترخوان گسترده و روی آن از نقل و نوای لذیذ و شیرین و ترش و نمکین پر گردید. اسفراینی از ملاقات با هموطنش و آن نیز هموطن چنین مشهور شاد بود. ابوالعباس فضل ابن احمد اسفراینی اولها در خدمت امیر سامانی نوح ابن منصور بود. در آن روزگار که محمود ابن سبکتیگین والی و سپهسالار خراسان تعیین شده بود، پدری وی امیر غزنی ناصرالدین سبکتیگین از نوح خواهش کرده بود که اسفراینی را به نیشاپور به وزیری پسری او فرستد. نوح خواهش او را پذیرفت و اسفراینی تا آن وقت که محمود در غزنی به جای پدری مرحومش نشست با وی بود و بعد از آن هم وزارت سلطان غزنی در عهده او ماند. او را مردی صاحب قلم، دانا و با تدبیر می گفتند. اما همین فضیلت‌های او در آخر باعث بدبختیش شدند. حسودان و رقیبانش پیش از همه حسن میوندی با هر گونه راست و دروغ وی را نزد سلطان بد کردن گرفتند تا آنکه وی از پای درفتید. در آخر دشمنان او را کاری غله‌دهی به اهالی گرسنه خراسان بهانه دلخواه شد. سلطان محمود فرمان کشادن انبارهای غله دولتی را با تلقین و اصرار اسفراینی داده بود. برادری رضایی سلطان و صاحب منصب با نفوذ سلطنت میوندی وزیر را به تاراج ذخیره های غله دولتی متهم ساخت. از طرف دیگر چون اسفراینی فرمان داده بود که دهقانان دارا هم از ذخیره های خودشان به گرسنگان غله بدهند، دارایان خراسان از بالای او به دربار غزنی عریضه های شکایتی فرستادن گرفتند. کاری اسفراینی آشفته گشت. شاه فرمان او را بیکار کرد، انبارها را بنداند و وزیر را از وزارت راند. دشمنان وزیر معزول باز به دربار خبر کشیدند که وی به مال و حال رعیت‌ها دست درازی و به خزینه سلطان خیانت کرده ثروت فراوانی جمع آورده است. این خبرها چندان بی اساس هم نبودند. هر سال حصه از خراجی به پول رویانده شده به خزینه شخصی وزیر می درآمدند. این نوع دزدی را همه وزیران و منصبداران دیگر می کردند. اسفراینی هم در این بابت از آنها بهتر نبود. در ستانیدن خراج‌های دولتی وی سختگیر بود. از گرانی خراج هزاران مردم کمبغلی شهر و دیهات خانه ویران می شدند. اسفراینی خیلی توانگر و از جمله کلانترین ملکداران مملکت گردیده بود. وی در غزنی برای خود قصری ساخت و برای امارت آن پول و مال فراوانی صرف کرد. چون در خراسان قحطی روی داد، وزیر گویا به تاوان خراج‌های گرانی ستانیده‌اش باشد که به قحط زدگان از ذخیره‌های دولتی غله دادنی شد. این کاری وزیر می بایست او را در چشم خلق همچون وزیری فقرا پرور می نمایاند. بعد از معزول شدن مال و ملک او با امر سلطان مصادره و خودش تا به آخر رسیدن تفتیش و کافت و کاوی مالهایی که
نظر به گفته خبرکشها وی از عاملان سلطان پنهان داشته است نظر بند کرده شد. دیدید دیمنه‌ها کار را تا به کجا کشیدند. سخن آغاز کرد میزبانی نیم محبوس. رقیبان مثل کرمی درونی پله مدام مشغولی کارند. یاد دارید من در توس به شما چه گفته بودم؟ گفته بودم وای بر حالی درباری که در وی دیمنه‌ها عامل و شیرها غافل باشند. حالان که در توس طوری دیگر گفته بود غیبت پیشه عزیز و شاه غیبت شنو باشد. و بنده چه تهمت هایی که نکردم. افسوس، هزار افسوس. اظهاری همدردی کرد شاعر. من به چه گناه مغضوب و معذور شدم شما باید شنیده باشید. شنیدم که در وجه غله دادن به قحط زدگان، آری من غله ای را که برای لشکری سلطان ذخیره شده بود به تاراج دادم. قحط زدگان، فقیران، دزدان و اوباشان را به غارت مال بزرگان و معتبران کشور برانگیختم. یعنی کاری کردم که مزدک در پادشاهی قوباق کرده بود. خواجه میوندی به سلطان همین طور گفته است، یعنی اسفراینی خرمدینی سریست و کاری مزدک می کند. شما در شاهنامه قصه مزدک را هم نگاشته اید یا نه؟ آری نگاشتم، گفت فردوسی، اما نسبت به آنی که در خدای نامک آمده است دیگرگونتر. دیگرگونتر؟ چطور؟ راویان مزدک را بدسریشت و تبهکار گفتند. من او را وزیری دانا و دادگر گفتم. در واقع به دانایی و دادگری او شک نیست، اما دینی آوردهش. خواجه سری انکار جنبانید که یعنی دینی مزدکی بد است. خوب این قصه دراز است، گفت او سپس. به هدیه گرانبهایتان تشکر. خواندم به قسمتی سیاووش نکوکار گریستم. میخواست که جنگ را به صلاح و آشتی انجام آند، مطابق پندی بزرگان کار بندد که گفتند چو از آشتی شادی آید به چنگ، خردمند هرگیز نکوشد به جنگ. این فقره از کی بود؟ به یادم نیست. از ابو شکوری بلخیست، گفت فردوسی. روانش شاد باد. چه خوب نقطه‌ای گفته است. بلی سیاووش نکوکار کوشش داشت جنگ را به آشتی انجام آند، ولی پدری کوتاه‌اندیش او شاه کاووس نگذاشت. در ماوراء النهر خلق جنگ بیزار و تشنه صلح و امانی تا کنون سیاووش را به نیکی یاد می کنند. در بخارا دیده بودم مردمان هر سال در نوروز پیش از طلوع آفتاب به یاد سیاووش خروس می کشند، نوحه می کنند، به کشندگانش لعنت می فرستند، رامشگران سرودی سوگواری می سرایند. اصلا شهر سیاووش گیرد که او بنیاد نهاده بود بخارا بود است. آری و گمانی بنده نیز سیاووش گیرد همین بخاراست، تخمین کرد فردوسی. شما گفتار 22 را از روی رمن استاد ساتم اولوزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. انجام گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.